در این ویدیو قصد داریم ببینیم برای تعمیرات یخچال چه نوع تجهیزات، چه نوع وسایلی نیاز داریم. اول از همه شما نیاز به یک موتور یخچال دارین برای شارژ گاز کردن و حالا کارهای دیگه. خب دوم، حالا بذاریم کنار. شما نیاز داریم به کلاهی، فازمتر، انبردست، دنباریک حالا نبود مشکلی نداره ولی خب باشه خیلی بهتره. یک چارسوی خوب توصیه میکنم شما بهترین جنس رو بگیرین، حالا چون به مرور زمان واسهتون این جنس خوب واسهتون حداقل 3 سال 4 سال کار میکنه، ولی خب یک جنس معمولی که بخواید بگیرین نهایتا 6 ماه تا 1 سال بیشتر واسهتون کار نمیکنه. خب یکی از چیزایی که خیلی لازمه لوله بره. بهترین مارک لوله بر هم همین ولوه. این لوله بر حالا اینطوری باز و بست میشه، به مقدار لازم که بخواین این بسته میشه و لوله‌تون رو میبره. شما نیاز دارین به اوورلود و رله. حالا رله دو تا نمونه مختلف داره. یکی رله سنگیه که این مدل حالا 3 تا سیمی داریم، 4 تا سیمی. یکی هم رله سیم پیچیه که این مدله. دو تا مدلش رو بگیرین خیلی بهتره واسه توی کار. شما نیاز دارین به یک دونه تایمر، یک دونه شیر گاز، یک دونه شیر شارژ. حالا شیر شارژ چند تا بگیریم بهتره اونجاست. این شیر شارژ چون این وسطش آلومینیومه احتمال داره چون تازه کاریم این آلومینیوم وسطش رو واسه بهتون نشون بدم. این آلومینیوم اینجا رو آب کنین. حالا اینو وقتی میخواین انگاری جوشکاری کنین اینو باید دریارین به این صورت. حالا خودتون بگیرین متوجه میشین. حالا یک دونه دماسنج هم هست که حالا اینو نگرفتین زیاد مهم نیست. حالا اینو میذارین داخل یخچال وقتی که گاز کردین یا حالا یخچال رو تعمیر کردین میبینین دمای یخچال چقدره و دمای یخچال بالا میره پایین میاد به حساب. یکی دیگه از وسایل ترمودیسکه. یکی دیگه از وسایل همین فیلتره. حالا فیلتر 15 گرمی باشه اوکی واسه یخچال، هرچی بیشتر باشه مثلا 20 گرمی 25 گرمی هم باشه خب بهتر. یکی از دیگه وسایل همین گشاد کنه. حالا این گشاد کنم نداشتین زیاد مهم نیست، واسه گشاد کردن لوله ها به کار میاد. خب وسیله بعدی گیج. شما میتونین گیج، حالا این گیج 3 تاییه، حالا شما گیج 2 تاییش هم داشتین مشکل نداره. این یکی از بهترین مارک های ولئو که میتونین اینو تهیه کنین. شما نیاز دارین به یک دونه هوا برش. بذارین بهتون نشون بدم. هوا برش حالا تشکیلات داخلش واسه گاز کردن این کپسول گازتونم بهتون پیشنهاد میکنم این مارک جوکر رو بگیرین، چون بعضی از دوستان مارک های دیگه گرفته بودن توی جوشکاری به مشکل خورده بودن. از وسایل دیگه وکیوم هست. حالا وکیوم هم نداشتیم زیاد مشکل نداره ولی خب یک تکنیکی داره بدون وکیوم گاز کردن و من حالا بهتون توضیح میدم در ویدیوهای بعدی که چطور بتونیم بدون نیاز از وکیوم سیکلمون رو وکیوم کنیم. حالا اینم وکیومه. راستی یه چیزی که بهتون بگم، حالا بذارین این چیزو بردارم. خب اینجا یک دونه لوله داره. حالا افتاد اینجا لوله روغنشه. شما یعنی حتما باید این روغنی که داخل جعبه داره رو حتما بریزین تو این، اگر نه موتورتون بعد چند وقت حالا میسوزه. شما نیاز دارین به یک دونه توزن، یا اگه توزن نخریدین یک دونه تینر 60000 بخرین واسه تمیز کردن سیکلتون که قبل گاز کردن یخچال. خب یکی دیگه از اینا چی بودین؟ به سیم جوش مس لازم دارین. حالا این بهترین سیم جوش توی بازاره که آمریکایی، حالا نشون بدم اینجاش. آره آمریکاییه. حالا سیم جوش ارزون تر هم هست که ایرانیه، اونا رو واسه بهتون نشون بدم یه لحظه.
قیمت این سیم جوشای ایرانی حالا اینا تقریبا دونه 12 تومن میفته اگه بخواین دونه بگیرین، ولی پیشنهاد میکنم اینا رو کیلویی بخرین، خیلی به صرفه تر واسهتون میفته. اینا هم حدودا دونه 20 تومن میفته، ولی خب اینا که برین حالا سر کار مشتری میگه مثلا بخواین یکم کلاس بذارین، میگین من از سیم جوش آمریکایی استفاده میکنم که این میتونه یک دونه کمال مثبت باشه واسهتون. یکی از دیگر وسایل اوهمتر که اینا مارک ولوه، یکی از بهترین مارک های. یکی از وسایل دیگه یکی چسب برقی، یکی از این بستای حالا که سیم بهش میخوره، اینا خیلی براتون لازم میشه. اگه حالا وسیله ای رو یادم رفته بود شما کامنت کنین که من اون کامنت رو پین میکنم که شما بتونین اونو ببینید. ممنون از شما.